дар бораи худи ҳамин эътикоф каме маълумот медодед. эътикоф худаш чӣ маънӣ дорад? اعتکاف در لغت عرب به معنای لزوم الشیء، لازم دانستن یک مکان. حتی عبدالله ابن عباس رو نقل میکنن که به نزد یک گروه مردمی آمدن که شاهمات بازی میکردن. اصلا کلمه شاهمات نامی منکر است، غلط است. این گونه نام ها خطا هست. شاهمات یعنی شاه مرد. شاه کی است؟ شاه الله است. شاهی حقیقی الله هست. شاه ها شاه نبودند و با میمورند. شاهی حقیقی الله تعالی هست. شاه بود شاه میماند و الله سبحانه و تعالی نمیمیرد، زنده هست نمیمیرد و این بازی معنایش غلط است. مردم شاهمات بازی میکردن. عبدالله ابن عباس میگه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این چی بت‌هایی که شما در نزد اینها اعتکاف نشستید؟ گفتن یعنی آنها کلمه اعتکاف همجا استفاده بردن. آنها که شاهمات بازی میکردن. شاهمات بازی، دو شاهمات باز چه خیلی میشیند، روبرو میشیند، در پیش شاهمات گذاشتگی. شاهمات همون بتچه ها هست، اسبچه ها یا هیکلچه ها هست. شما در نزد همین همه کار دین و دنیا، زن و فرزندتون رو ترک کردید، آمده در زیر همین سری تعظیم نشستید فکر کرده. این چی؟ بت‌هایی که شما در پیش این اعتکاف نشستید. گفتن یعنی لازم گرفتن یک مکان. و در این در از نگاه لغوی هست. از نگاه شریعت لازم گرفتن مسجد از شخص مسلمان بالغ عاقل و بالغ می‌دارد، یعنی فرزندانی که مثلا تمیز دارن، نه به بلاغت رسیدن. مقصد بسیار فرزندان امروز در سن 15 16 14 به بلاغت میرسن، لیکن میشود که فرزند 7 ساله هم اعتکاف نشینه.